رسوایی جالب غزال نایت در آهنگ جدیدش تقلید آشکارای غزال نایت از آریانا سعید و نشر آهنگ جنجالی و شرم‌آور غزال نایت که اصلا باورتان نخواهد شد غزال نایت در کدام کشور زندگی می کند، مصروف چی کار باری بوده است و دلیل شکستن پای غزال نایت چیست. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت هنرمند جوان کشور یکی از صداهای ماندگار و سوریه در هنر موسیقی افغانستان بوده است. وی به کارهای هنر آوازخوانی‌اش 15 سال قبل به طور پنهانی با نظیر خارا آغاز کرد. آهنگ‌های فراوان با نظیر خارا سرود که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. غزال نایت در کابل بانک کار می‌کرد. بعد از تحولاتی که در این بانک ایجاد شد، با پول انگفت افغانستان را به مقصد کانادا ترک کرد. غزال نایت در کشور کانادا زندگی می‌کند با خانواده‌اش. دو خواهر دیگر غزال نایت هم به هنر موسیقی روی آوردند ولی نتوانستند شهرت و محبوبیت خوبی برای خودشان کسب کنند. ولی غزال نایت توانست در میان مردم افغانستان، پاکستان و تاجیکستان شهرت خوب هنری کسب کند. وی 2 روز قبل آهنگ جدیدش را در صفحات مجازیش من نشر گذاشت. در این آهنگ غزال نایت تقلید آشکارا از آریانا سعید کرده است و لباسهای کاملا طفلانه بر تن کرده است که مورد انتقاد شدید علاقه‌مندان و دوستدارانش قرار گرفته است. این همه در حالی است که غزال نایت یک پایش در کشور کانادا شکست و برای مدت طولانی بستری بود. ولی نشر آهنگ‌های غزال نایت همیشه سر و صداهای فراوانی را در صفحات مجازی ایجاد کرده است. ولی هر هنرمند خودش می‌داند تصمیماتش و نشر آهنگ‌هایش. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای غزال نایت با جمع دیگر هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.